سمبوسه یکی از معروف‌ترین غذاهای لقمه‌ای و حاضری جهانی که همه جای خاورمیانه و شبه قاره هند دیده میشه و در انواع مختلف پخته میشه و معروف‌ترین نوعش هم نوع هندی. اما یه سری روایت‌ها و مستندات تاریخی این فرضیه به تقویت میکنن که ریشه این غذا به خراسان بزرگ برمیگرده و حتی اسم این غذا هم فارسیه. سنبوسک اسمی که زبانشناس‌ها برای ریشه کلمه سمبوسه پیشنهاد کردن که اسمی به زبان پهلوی یا فارسی میانه که دقیق نمیشه الان گفت به چه معنی بوده، ولی انگار این کلمه رو به زبان امروز تبدیل کنی چیزی شبیه به سهم‌پوشه در میاد. هندی‌ها خیلی‌هاشون معتقدن که این غذا مثل غذاهای دیگه ایرانی زمان سلطنت گورکانی وارد هندوستان شده. اما ابوالفضل بیهقی در کتاب تاریخ خودش 1000 سال پیش از این غذا اسم برده و امیرخسرو دهلوی شاعر پارسیگوی هندی هم 750 سال پیش از این غذا اسم برده که خیلی قبل‌تر از سلطنت گورکانی میشه. ترکیبات این غذا هم خمیر نازک و گوشت بره و گوساله و پیاز و سبزیجات و این چیزها بوده. اما چون هندوها گوشت گاو نمی‌خوردن، باید سالها صبر می‌کردن که در قاره آمریکا سیب زمینی کشف بشه، اروپایی‌ها سیب زمینی رو با خودشون به شبه قاره هند بیارن، کم کم سیب زمینی به سفره هندی‌ها راه پیدا کنه و سمبوسه هندی خیلی خیلی معروف و همه‌گیر بشه، طوری که دیگه نمیشه به سمبوسه فکر کرد بدون اینکه اسم هند رو